ما شما به قریه که بیدیم، قریه تا شهر ایراد فرق میکنه. اونجا گوه که جمع میکردی یا نمیکردی یا چند علافی میاردی یا نمیاردی یا بغلتون میاردی یا نمیاردی، این شهره. حالا کن بیامدیم به می شهر که دومات تو برای ما ای کارباره تر کاربار ما بباره. دومات تو که بستر هر کارباره که تو برد مقبول به صداقت کار میکنی. این مردم ایرات اگه دیده که تو به صداقت کار نمیکنی، برای تو معاش هم نمیدن، برای تو پول هم نمیدن. به صداقت هر کاری که تو سر هر کاری که تو میبرم به صداقت کار کنی. گیلک جو تو امیت که هستی، امیت 1 سال 6 ماه حتی وقتی که ما به میراد بدیم خرج خود تیار کرده بخور 1 با دینار نه از تو خرجی مهم نه هیچی نمهم، فقط کار کو پلکا خود جمع کو بده به دست خوشی خود که خوشی تو با ولی پیشکش تو بگذاره پلکا تو آینده داری سوای عریسی تو میشه، سوا تو مذهبی موندار میشی، سوا هزار مشکلات بگردان میفته که راست میگم ما تم به مثل به چه منیبریم ما بفهمیدی؟ ولی بفهمیدم نه ولی بفهمیدم که تو خیلی به چه صداقتی نه من نیم صداقت خیلی به چه خوبی خوبی هستم صداقتی نیم اگه هر رقم تو را از این متر تا کدم باز بالا دویدی دل شما نسوزی دل ما خدای دل ما بسوخته دل من خیلی به نوزباد نبوشیزی دیگه رقم شدم حالا کم نمزادتم که من پیش تو نه چای نونی برای تو میاره تو به تو باجی تو میبره به سر کار، هر کاری که بهتون نشون داد سر کار صداقت کار کن. صداقت چه کار میشه؟ صداقت مثال چی کسبیه صداقت دیگه هر کاری که کار کنی صداقت باشه چی فرق میکنه چی کسبه؟ من صداقت بلد نیم مثال به تو میگه تو برو برنگ مری شاگرد میکنه، تو میبره به کواپدی شاگرد میکنه، تو با اوتر شاگرد میکنه، تو دیگه شغل نمیده، منطقه به صداقت باشه. صداقت کار کن. این مردم ایران تا اگه صداقت کار کردی مقبول بر تو معاش میدن. سلام علیکم. اگه صداقت کار نکردی به تو پول هم نمیدن. خوبه. من میرم قرار کردگی یعنی دیگه هر چی که من به پیش شما بسته کن خرج خور ندم. نه سواد خرج. سواد خرج. بیغم میته با تعلیم امین نون خوردن نون بخور، چای خوردن چای بخور، گوشنه بودن گوشنه باشه. دیگه چی میگی؟ درسته دیگه. صحیحه. کجا مرتضی می فامیلی های داشتیم برفتم به طرف کابل که به خارج میرفتم چی رفتم بازی هم از اینجا وقت خسته برفته نگفته که اینجا خونه یله دیگه و دیگه وقت خسته برفته باز زنگ زد گفته که یا صبح یا پس صبح میایم میته. خب کاکو نفهمیده می خونه رو برای ما به چند گیرو کرد؟ این خونه را میته 4.5 لگ میته 4 لگ میته چیزی گیرو بگرد. آها بیلا خوبه چند ما پول داشتیم؟ ما هم 4 لگ داد 4 لگ بود. اینجا دیگه ایرات دیگه میته داخل شهر دیگه گیرونه خونه. خوبه. خب کاکا بله. حالا که ما به می ایراد آمادیم هدور تا پورتا که کنده شدیم گر بودن کارم به مصر میشه کارم پیدا میشه برای ما اینجا هر رقم کاری که بکنی هست هر رقم کاری اینجا شهر ایرات هر رقم کاری که بکنی هست ما خود ما فعلا به می من و من برار مرتضی اینا میریم به می غریا می دک سفید میکنه قلعی میگن چی میگن همون کارا دک قلعی والا دک قلعی والا دک قلعی که میامدیم کاکا چرت نزنیم نه هم که بیروشیم کاره همین هر کاری که بکنیم اینجا انا بالاخره کار شما جور میشه هم ما خود سلخی دارم کلا پاچه میفروشم خویی دی قلعی روزانه کار میکنیم هفتگی ماهانه چی رقم؟ ما خم اینجا کار میکنم هفته 3,000 میته 4.5 از 4,000 میته چیزی میده بر کدوم شما؟ والا با خود تو یکه؟ دو نفر هفت داری بگی شما یعنی 2 هفته ما برم 2 هفته ما برم چند پیشکش ما پیش میره
سعی کن تو هفته که دیگه بریم 6 از این جگاه دینیه، تو به چورت دی نباش، این جگاه شهره، ها نمیگه شهر هرات. ها این جگاه که بیایی بمی هر کاری که بکنی ایت خوشی بیروش خونه نه گردن رو بند باشه شام روز من خو نمیشم کار میکنم من نه که یعنی میگم کار نکنی یعنی به 2 هفته پیشکش پیش میره لی خوبه دیگه نه دیگه زرمی تست پیش نمیره دیگه آیسته آیسته دیگه به یک دم گیلک جو هو نگو خدا مهربانه چوت نده خدا مهربانه تو چی کار میکنی کاکا؟ ما خو کاکا عمل بگم من سلکی دارم کله پاچه میفروشم خب همین تا نام خودم مشتری هم خیلی دارم واقعیت روزگار خوبه میچله بد نیه خدا نکرده از کار خو راضی هم الهی شکر همین راست میگن کلی از هم بقا مثل کلی پوزیه چرا کله من چگاه شده ایت تو کاکو بوزیه. گیلک جو شب میدانم ایت کاکا هفته چند یا ماه چند سال چند بگیر شما میایه دیگه کاکا نظر به کار کردن خود منه نظر به سرمایه منه حالا من که اصلا سرمایه خیلی ندارم بازم با ماه 10,000 میشه کار میکنم شهر دیگه کاکا به خیر خوشی امروز که شما بیام تو چه کار میکنی دیو نه؟ بشه شاگردی بیش کاکا جان کاکا جان اگر راست بپرسیم خوب یک ترمز چای بیار ترمز هم چای نداره ترمز خیلی همین که معلوم میشه اینا شیرخورا از اینا کار میکنه ما خیلی بی عقلی کردیم از او وقتا 70 دفعه پولا پیشکش من خلاص میشد حالا که میبینیم بخیر 5 سال پیش اگه می آمدیم ما خیلی به جلو ما بود شما امروز که بیامدیم هیچ چی کاکا جان موندگی خو میگیریم از صبح پس صبح به خیر خوشی که بدر نشین کار شما جوره مثلا چی رقم ما به سرش کار میبریم مثلا شما چی کار یاد داریم من غری خود چه کار میکنیم هر کاری که پیش ما خوش آمد و همین چی ما کار کارگریم من میرم کله بوز میفروشم ما برای لقمه نونی میگردم میفهمی کاکا با میفهمی میگم یه لحظه بدین که من برم شاگرد کنم کله بوز میفروشم من همین کلا بوز همینا رو بگیر پاک کنم بالاخره ما یاد دارم ها این خده تا نمیشه این مگر خده بعد ما برم خده خود ما بکار باشه یعنی کله پاچه ها تو هم همه به مردم دلان خو کرد خب این تم که نمیشه به بیکار شیشته سر 4 تا میشیم دیگه خوش و بیرو برو کوچه بیا آخر کنی چی به چی من مگر به فکر یک کاری بشم سلام علیکم میگم کاکا ما وای. میریم ما گیلک تو بیا کاکا اینجا بشی یک دقیقه کجا ما این بریم؟ بریم دیگه بخیر بریم سگانه این کار کسبی شروع کنیم دیگه چیکار کنیم دیگه میگم کاکا بله من هم یک شغل دیگه هم دارم بله چی شغله خبر نداری؟ نه آخه من که دکتر حیواناتم خب این خوب کاره اگر این بلد باشین خب داخل می غریا بگردین خب این خیلی خوب کاریه ما خود اگر- دکتر حیواناتیم فقط هر رقم دوایی بلدم ما به منجگاه می کار میکنم دیگه حالا کم اگه میفهمی که می کاربار منجگاه میچله بله که به من یک سکلی یک باسکلی یک چیز میزه بدیم دیگه بگیرن کارم هم شروع کنم میچله می کار خب باز امیت خوب دیگه امیت بی اندازه بازی کار امیت پول داره و دیگه باز من سکیلی هم برای شما پیدا میکنم خوی کار خوب بلدین خوبه دیگه ما با برار خان با میگم شما هم بگیم این کار بلد خوبه خوب ما گیلک مالک میرین دیگه سگن دعا بکنیم بعد می کار ماری بکنین دیگه چیکار کنیم بریم بخیر کاکا کار کسی بریم بخیر شکران بله بیا کاکا برو با همه خوب بگو خوب همه ساکه که تایی همه داردوا برای ایواناته اونا رو آماده کنن خده تا میریم میریم به کار غریبی آفرین بده دکتر ایوانوت پرنده خزنده گوسپندگو دکتر ایوانوت علیکم دکتر صاحب اشتین دکتر صاحب خوب هستیم بخیر شما خوبیم بخیر شما خوبی شما دکتریم ما یک گوسفندی داریم مریضه چی مریضی داره؟ ای به زیار چی میدین دم میکنین تا کخه میزنه تا کلم هم میزنه کجا کلمای هم میره زمین جی بستراه آفرین یالله بگین کسی نباشه بفرمایید حالا هم گوسفند بیار یا الله
کدو گوسفند که مریضه؟ همین بره مریض دکتر وقتی صاحب. تیز تیز بیا که ما گام به داد بیر میبینی میگه سکل ما این چه کار کنیم سکل آن دیو کدام را بیا ماینه بده که ماینه با بیلا فشار از این به 450 یعنی خیلی بالای فشار از یا خیلی بالای تو بگی باقا ایلا کوی بشینه این گل ختمیه ختمی سفید بله این یک دونه از یک بلگ از این ما بین 2 من او بله مین دادی جوش میدی البته خواسته تیر میکنی میتو جوش بدن گوسفند میری بله این کوی این بلگرم خوب لد میکنی فهمیدی؟ خوب لد کردی به اون دسته این را لطه خواسته تیر میکنی بعد از این به تا او که جوش دادی این برگ از این همین تیده که سفید میشه برگ سفید میشه از اوای هر وادی 25 قطره از این بدن میچکنی 25 قطره که روز 100 قطره شه بفهمید از این بگی این شیشه هم که هست شیشه ریشی درخت بیهیه بفهمیدی یه برابر سر می شیشه برابر 1 کیلو میریزی سر شیشه پر از این شربت ها میکنی برابر 1 کیلو همین دیبالین از اینا میده بدن میکنی این هم به حساب از این 1 ماه و 10 روز ای بره 1 ماه و 10 روز این می تدوید گوسفند شما می سکر هم بیده که خب بیزم فیس هم بدن چند میشه دکتر صاحب فیس شما؟ حالی چی بکن تا هم بچه خوب خیره و دیگه مردم افایسر تو خیلی 1 500 بده دیگه خوب دکتر صاحب مشکل ندارن گوسفند ما تیار بشه دیگه تیار بشه انشالله دوم مالی که این با بگی خدا حافظ خدا حافظ تمام دیگه چای میخوریم زنده باشه خدا حافظ میگم دکتر صاحب از این گل خدمی سفید چند برگ به تروا بنازم 1 برگ به تا 2 من او 1 برگ به تا 2 من او بنده خوبه باشه دکتر صاحب خیر بینی شما دیگه خلیفه ایم تو خلیفه ایم هم شاگرد نه خب کنال چی بگیم مثلا ایتا کمرتگه چی میفهمه بیایه انال دیگه غیخ کشیم که تا دیگه مردم بیاره غیخ کشم دیگه غیخ کشیم ما دیگه سفید میکنیم بیاریم دیگه خور بیاریم ما غلای گیری میکنیم ما اونا راسته میکنیم اگه کجو کجول باشه انا های دیگه انا یک مامایی بیامدن شتن ماما خیریت اشتباش نختم من خلیفه اینایا بله شتن ماما خیریت از اونجوره عید شریف مبارک ما دیگ غلایی میکنیم سفید میکنیم راسته کجو کجول باشه مثل لنگ شما تیار میکنیم اینا داریم دیگ بیاریم ماما بیاریم ها دیگ غلایی میکنیم ما دیگ لیم نمیگیم دیگه دیگ ما سفید میکنیم ما اونا رو یاد داریم نگه دیگه که باز مردم نمیارم رفشندینه بله این چه کار شده ماما؟ سفید میکنی سفید؟ صحیحه خب این هم سفید مایه؟ سفید مایه با بیلا شما البته قشاد آتش میکنی؟ دیگه ما کنیم قشاد دیگه گوسفند نداریم درسته دیگه با بیلا پای من گاوداری داریم گوسفنداری داریم من قشاد دیگه صحیحه دلجان باشین بگیر خلیفه اینا با چند سفید میکنی؟ بله؟ اینا با چند سفید میکنی؟ چند خلیفه؟ 150 روپیه بگو 150 اینا را دو تر با 150 خب اینا اگه 2 تا 50 باشه چیکار میشه؟ نه نمیشه دیگه 200 ما میگفتیم که شما هم سایم 150 روپیه 2 تا 50 ماما بله 2 تا 50 سفید میکنیم بگم چیز میزم بیارم بخوریم اشته خدا واس میگه بلگ سبز توفه بینوا یک کاسه دوغی یک کاسه خروتی خود یک لقمه نون ما بیامدیم اردو تا گردن و بعد 16 تا بوزن هر کدوم ما بیخن مونه با بیلا خب کاسه دوغی هم شما میاریم نون هم برای شما میاریم 2 تا 50 هم برای شما خیر بی سید نمیر بگید بید بخو
توی سفید کمی راست انا ماما خیر بریم هم کاسه گوگی خلیفه تعطیل کنین که نونو بخوریم ماله خلیفه تعطیل کنین که نونو بخوریم ماما جو هم یک چی ما این دیگه یک هفته هم بیاریم یک هفته بیارن خاطر اینا به چیز میشه خلیفه بگیریم نون بخوریم نونو بخوریم دستا ما گنش که ها باشه یک هفته بیاره میارم یک هفته ما بیاردین خیر بینیم ببخشید خلاصه که ماما نیم ساعت دیگه بیایم ببرین زرزاخو نیم ساعت دیگه ها نه وقت نمیشه نه خوب نه نیم ساعت دیگه بیایم ببرین خب شما که تا نیم ساعت دیگه نور نمیخوری میخواین نه خلیفه ما میگه میشینم دیگه میگه تا شما تیار کنید دیگه ها باشه میخوریم ماما از یک هفته گوشنه و توشنه بودیم شما ماما از صبح ماما 18 تا دیگ سفید کردیم 19 هم کتری خوبه دیگه اگه میته برابر ما بستنده باشیم که همیته اگه ادمه استنده ما دیگه مردم هم بستنده باشیم که به شما خیلی مراد کردیم جا شما سبز از صبح 2660 بیه بدون اون چای صبح چای کار کردیم درسته خلیفه؟ خوبه صبح چای ارم دادم شکر بخور نخور دل جمع بخور دل جمع خفه نشی نه اینا رو بده که ببرن دیگه نه من دوست نمیکنم نمیشم دیتر شروع کنی خلیفه شما جون. کار میکنه که میگه دیگه بگی ما بیارم تاشون شما کار میکنه دیگه سعی که یاد گیری کم کم بخور فکر خوب بالا از نگیری یا این من کار میکنم این چه سفید ماهی خب بخور خلیفه نه ما این بس ما خیر بینیم یاد گیره که با یک روز من نیم باز بیای تو اینجا کار کنی خب بس نیه
اونا میتونه باشه. شما برید داده که دیسار بیایی ماما. باشه خوبه. بله بریم. خوبه. اینا بس تعدید مثل مودک دیگه. میده سیاه کردن کلای خوب شه. گیروارد فرش ما لوک سیاه کردی آخه با کی میشوره؟ روش خوب. آخه دیگه ما پاک نمیشه میده سیاه کردن کلای پاک شه. پاک شد. ها خواهر میتونه دیگه یک دومات خوردم نمایه یکیر مایه انا او را تر میکنم مسلمانه که تو نیاب چی بکاره که برات ما میری چی فایده داره همه دومادا خور مثل پسر خوبه چی خوب مسته باشیم خو خیره باشه قسمت دیوم دیدین که نمایش بود دیگه سریال بخیر خوشی نو شروع کردیم قسمت دیوم بود خب قسمت سیوم میرین دیگه سعی کنی که ما چیز بعضی با مشکلات با هوا گرم به چاش و لغ میکنم پشت صحنه رو هم با هم میبینیم همونطور که پشت صحنه خلاص نشد من میجم شما دیگه کنترل خود بردن تلویزیون خود بریم میبری بریم بخیر خوشی باز تا هفته دیگه که باز بخیر خوشی دوستان ما و همکارا که برنامه رو آماده کردیم با تا مو هفته شما رو به الله پاک میسپاریم خدا حافظ و نگهدار شما. سلام علیکم ماما اشته هستیم خوب هستید یاریم بخیر جان شما جوره سلامت باشیم بخیر میگم ما که هستیم ما این بار کنیم از اینجی بریم بخیر امی گلک هسته خیلی گریه میکنه بیچاره میگه مرم ببریم ما چون چیکار نومزاد اینا مایه بره به شهر دیگه گفتیم امیر اگر ببریم گفتیم شما اجازه میدیم اونجا کاروبار رمجور میکنیم اونجا پیشمونه لیلگه چیه؟ گیل خب ماما حالا اگه میگی گلک میگذارین خود ما برای یا نه بچه شما برو خدا نگاه اونجا هم پیش ما هست جا بیگانی نیم اونجا شهر روز بیام باز دون کاری لیلگه تو بریم خدا حافظ ماما باز حالک میگم که بیاین پیش شما خب سیش بیا بریم این خونه پره بیا تران مسئله بالا کو بالا کو دیگه بگی آنه دست تو خور از اینجا بگی نمیتونه نزیاد زبان باشه هی فنون به تو چیه اینا کم هم نیه به اینجا این هم آشخاله اینا رو چکار میکنم مغزر میبرن چی گفتی چی؟ نش بیلش دیر کرد نیلا سلام علیکم سلام نکنه خدا پیار تو شکم مرگی بده اینجا تا میکنی مغزر رو بیانی با کجایی بره تشو گناه دارم با خدا تشو آخه تو اینجا چیکار میکنی؟ تو به کجا تاکدون؟ تو دیشب به کجا بودی؟ دیشب به کجا بودی؟ همین جگا گوش نیم تاله گردن همه با ما خبر نداریم کاکا کی به دیگه بالا شد؟ نه کاکا اینجا چی بگیم ما؟ خندم میگیره گفتی نیست تو تکلیف حساب زدی نگو نه خندین دیگه سوال کنی تو چرا اینو میخندی؟ من پاریس نگو چون که تو رو خدا سوال کنی شما تاش کردم من گفتم هنو بینید تا بالی بکس نشی و خیلی بکس به چند سرمایه برد داده بگی شما میایی؟ مثلا نمیشه دکتریم دکتر
داریم دکتر و حیوانات اگه گوسپند این چه کار شده گفتی؟ یعنی هر چی که بیزی میدین دم میکنه کخه هم میزنه این بترسیده ها گل ختمیه بله یک دونه از این میندازی ما بین 4 من او امی یک دونه از این او یخ باشه یا ریشی درخت او ریشی درخت این شیشه میبینی؟ این شیشه میبینی؟ بفهمیده چی بگم من خنده گری دیگه دیگه شما سیاه بیارین که سفید کنیم دیگه شما سفید بیارین که سیاه نه سیاه نکنین دیگه نه نخندین دیگه نخندین صبر دیگه نکن مرتگاه